همون امری که میکند و تو گردن تاب میتی، همون امری که پدر بالای تو میکند و تو قوقها تا جانب او حواله میکنی، همون امر پدر امر خداست. دادری عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کرین اندازی گویا نشنیدی؟ همون صدای همون همچنان است که الله تو را امر دارد. میکن تو طواف آسک پای پدرم. با امر خدا برابر است امر پدر. خوشنودی حق است، رضای پدرت. الان پدرت تو خوشنود میکنی، همون پدرت تو از خودت راضی میکنی، همچون تصور کن که الله میگه من از تو خوشنود شدم، من از تو راضی شدم.